دوستان عزیز سلام. در این اپیزود میخوام راجع به این صحبت بکنم که رژیم های فاستینگ و تکنیک های مختلف اون چگونه میتونه به چربی سوزی شما و حتی افزایش متابولیسم شما کمک کنه. خب در تصویری که مشاهده میکنین من براتون یک رژیم استاندارد 12 ساعته فاستینگ رو آوردم. توی نمودارهای قرمز رنگ ما فاز فیدینگ هستیم و صبحانه میخوریم، نهار میخوریم، شام میخوریم و بعضا از میانورده ها استفاده میکنیم. هر زمان که شما غذا میل میکنین به دلیل اینکه هورمون انسولین ترشح میشه ما در فاز جذب قرار میگیریم. بدن ما تو فاز تجمع چربی، تجمع کربوهیدرات و غیره قرار میگیره و در زمانی که در فاز فاستینگ هستیم و این نمودارهای سبز رنگ بدن ما در شرایطی قرار میگیره که میتونه چربی بسوزونه، چون که سطح ترشح انسولین پایینتره و سطح ترشح هورمون رشد بالاتره. پس بدن ما در وضعیتی قرار میگیره که میتونه چربی سوزی داشته باشه. پس هر زمان که شما یک وعده غذایی میخورید شما وارد فاز فیدینگ میشین و تو پوزیشنی قرار میگیرین که بدن تجمع چربی داره و هورمون انسولین ترشح میشه و سطح ترشح هورمون رشد میاد پایین و بعد از گذشت چند ساعت که از فاز فیدینگ میگذره بدن به تدریج وارد فاز فاستینگ میشه و بستری مهیا میشه که هورمون رشد ترشح بشه و شما بتونین چربی سوزی داشته باشید. یه نکته مهمی دیگه شما حتما باید بررسی کنین، هر چی وعده غذایی شما حاوی کربوهیدرات بیشتری باشه قطعا ترشح انسولین بیشتر میشه و شما بیشتر وارد فاز تجمع چربی و فاز جذب قرار میگیرید و هر چقدر وعده غذاییتون به سمت چربی بره ترشح انسولین کمتره و پاسخهای جذبی در بدن شما هم پایینتره. پس اینم مهمه که ما در بازه زمانی فیدینگ از چه درشت مغذی بیشتر استفاده میکنیم. آیا پروتئین ها هستن، آیا کربوهیدرات ها هستن و یا چربی ها هستن که متناسب با هدف ما و متناسب با اون تمرینی که میکنیم و اون خواسته که داریم باید تعادل این سه درشت مغذی حفظ بشه و برقرار باشه. خب در این تصویر من براتون نمودار رژیم فاستینگ 16-8 رو آوردم که شما 16 ساعت در بازه زمانی فاستینگ هستین و 8 ساعت میتونین غذا میل کنین. نگاه کنید دوستان، چون در بازه زمانی فیدینگ 8 ساعت ما فقط میتونیم 2 وعده غذایی میل کنیم، پس فقط 2 بار میتونیم پیک ترشح انسولین داشته باشیم، 2 بار میتونیم غذا مصرف کنیم و در زمانی طولانی تری بدن وارد فاستینگ قرار میگیره و در بازه زمانی طولانی تری بدن فرصت این داره که هورمون رشد بیشتری ترشح بکنه و نرخ چربی سوزی هم افزایش پیدا خواهد کرد. اما این نکته مهمه که در این بازه زمانی 8 ساعته فیدینگ ما از چه مواد غذایی مصرف بکنیم که باز باید متناسب با هدف و تمرینمون انتخاب بشه. و در این شکل من براتون نمودار رژیم 20 ساعت فست رو آوردم، رژیم 24. یعنی شما 20 ساعت در بازه فاستینگ هستین و فقط 4 ساعت میخواین غذا بخورین. یک مزیت این رژیم برای کسایی که میخوان میزان کالریشون رو محدود کنن و فقط در یک بازه زمانی 4 ساعتی میتونن غذا بخورن و 20 ساعت در بازه فاستینگ هستن. اما این رژیم اگر طولانی مدت گرفته بشه میتونه باعث افت متابولیسم بشه. خب دوستان در این اپیزود من به زبان ساده راجع به این صحبت کردم که زمانی که ما از انواع رژیم های فاستینگ استفاده میکنیم و در برخی از ساعات در بازه فیدینگ هستیم چه اتفاقی در بدن ما میفته و وقتی که در بازه زمانی فاستینگ هستیم چه اتفاقی در بدن ما خواهد افتاد. پس اگر خواستین چربی سوزی ایداری داشته باشین میتونید از انواع رژیم های فاستینگ استفاده کنید و با آگاهی بیشتری از این رژیم ها استفاده کنید. خیلی خوشحالم که با من همراه بودین. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.